جانم همیشه بهار گیلان میگیل قرار گیلان. هوا الان خوب شد، سیل بود 2-3 روزه. آقا چرا خداحافظی نمی‌کنی؟ اول اینو بگو. چند سالتونه شما؟ من رفتم تو 35. 35 سال. خب جا داری. چند سال قبل گربه سیاهی استقلال، پرسپولیس، تو آزادی همه جا گل می‌زدین. جدا میشه حاجتی به جهانه دروازه و گل تساوی. که چاوشی اینقدر خوشه دیگه قشنگ معلومه خودش زده گلو. یک بازیکن پگاه چاوشی دروازه بان و این هم گل سوم. به هر حال دیگه همه خاطره بود و دیگه رفت کنار و اومدیم به هر حال تو جرگه مربی‌ها دیگه. گل زود هنگام، یه پاس ارجان کثیر و گل دوم در این لحظه با سوت آقای علی صفایی دماش گیلان شگفتی خودش رو کامل می‌کنه. آقا چه کار بزرگی، چه شاهکاری انجام دادید، رسیدید فینال. شاهکار که اولا خدا رو شکر می‌کنم که تونستیم به اینجا برسیم. یه تیم از لیگ 2 وقتی به فینال برسه اتفاق خیلی بزرگه، مخصوصا واسه فوتبال رشت که داماشو واقعا دوست دارم. مردم رشت خاطرات خیلی شیرینی دارن از این تیم. این داماش همون داماشه که تمام تیم‌ها رو تو رشت می‌بردیم، استقلال، پرسپولیس، سپاهان. یه تغییر مالکیتی پیش اومد که تیم واقعا افت کرد، که وعده‌ای که به بچه‌ها دادم که گفتن که آره مثلا همه چیز عملی میشه و که دیگه همه چیز دیگه محو شد دیگه. یعنی داماش دیگه واقعا از همونجا دیگه استارت دیگه اومدن پایینش دیگه خورده شد. این اتفاق خیلی اتفاق تلخی بود. ما یه چند نفری بودیم که واقعا چند سال جوونیمون رو تو این تیم گذاشتیم. با این تیم خاطرات تلخ و شیرین زیادی داشتیم. ما تمام فکر و ذکرمون اینه که این تیم بیاد لیگ 1، از لیگ 2 بیاد لیگ 1. حقیقتش که این بود که آقای فرانی با باشگاه که صحبت کردیم اول فصل اصلا قرار نبود که تو جام حذفی شرکت کنیم. به هر حال یه توفیق اجباری بود که اومدیم شرکت کردیم و خدا هزار مرتبه شکر که تونستیم بیایم بالا. بچه‌ها از این ناراحتن که به هر حال بهشون قول میدم، قولشون عملی نمیشه. ما فقط داریم دروغ میشنویم، اینکه امروز درست میشه فردا درست میشه، ولی بچه‌هامون با غیرت، کادرمون با غیرت دارن کار میکنن توی شرایط سخت. واقعا ازشون تشکر میکنم. من فکر نکنم هیچ تیم لیگ 2 تا الان به فینال جام حذفی تو کشور خودش رسیده باشه. من فکر کنم تو جهان فکر کنم این باید تو کتاب گینس باید ثبت شه فکر کنم. خیلی جاتون خالیه چند سال تو لیگ برتر و چقدر تیمتون خوبه. از داماش بگو، اصلا کسی فکر نمی‌کرد شما برید فینال جام حذفی. طی این چند سال ما کل مجموعه داماش، هواداری، مدیریتی و حتی بازیکنان در این مسیر قرار گرفتیم، چون که ما همون روزی که سقوط کردیم همه رشت، حالا همه شاید تصاویرش پخش شده بود، کل ورزشگاه سیاه‌پوش شده بود، همه بنرهای و پارچه‌های سیاه، ولی ما همون روز گفتیم که ما برمیگردیم. خیلی سخت بود، خیلی ما رو تنها گذاشتن داخل استان خودمون. شاید هر جای این کشور اگه یه تیم از دسته 2 با کمترین امکانات برسه به فینال جام حذفی، شاید مراحل پایین‌تر کل استان بسیج میشن واسه همراهیش. من بابای من از سال 57-8 طرفدار همین تیم بود. از موقعی که اول استقلال بود، بعد شده بود ابوذر، بعد شد گاز رشت، بعد دوباره شد استقلال رشت، استقلال شهرداری، همینجوری رسید به داماش. ما کلا خانوادگی داماشی هستیم و خیلی ها به ما میگن که شما چرا اینقدر مثلا طرفدار این تیم هستین، این تیم اسمش عوض شده فلانه، اینطوریه اونطوریه. در حالی که شما نگاه کنید همین تیم پرسپولیس اول بود شاهین، بعد شد پرسپولیس، بعد شد پیروزی، بعد دوباره شد پرسپولیس. خیلی آزادی هم تازه سال 57 استقلال گذاشتن استقلال، پرسپولیس رو گذاشتن آزادی. خیلی وقتا مثلا اطلاع رسانی بازی پرده و مثلا بنر و اینا رو بچهای خودمون پول میدادن. مثلا من یادمه یه سری داشتیم پول جمع می‌کردیم، توی سر تمرین داماش بودیم، دیدم یه بچه شاید 7-8 ساله اومد، من گفتم عمو مثلا من می‌خوام کمک کنم، دیدم 2000 تومان 3000 تومان بود.
بچه‌ها گفتن یا من نمیخواد، گفتم من از بابام گرفتم میخوام کمک کنم، من میخوام سهیم باشم تو این کار. مثلا اینا یا آدم مثلا سن بالا 60 ساله 70 ساله میاد سر بازی‌ها وقتی تشریف می‌کنه به آدم حال میده اینا رو. ما الان ریتممون رو در چند سال گذشته جوری پیش بردیم که موقعی که تیمون جلوی کمتر تشویق می‌کنیم، هر چی عقب‌تر بیفتیم بیشتر تشویق می‌کنیم. ما سعی کردیم همین که میگه هممون الان از کارمون زدیم مرخصی واسه تیم، می‌خوایم یه هواداری حرفه‌ای. شاید خیلی‌ها باورشون نشه داماش دست دویی کارهای تو هواداری می‌کنه، تو شارع انجام میده. خیلی از تیم‌های لیگ برتری از نزدیک و دور دارن از ما الگوبرداری می‌کنن، چیزی که در سال‌های پیش دیدیم. در دیوار خارجه، در دیوار خارجه، بنوشتم که اسمه ای داماش ای داماش. من یادم مثلا سال پیش مسلم حقشناس بود گلرتون، وقتی مادرش از دست داد شما تو ورزشگاه شعار خیلی معروف واسش دادید رشت شهر من رشت، تیم من فقط داماش بی برو برگشت هست، داماش زنده است، تیفوسی تا آخرش پشت داماش هست. من نمیخوام جلایه کنم ولی انتظارم خیلی بیشتری داشتم بعد از اتفاقات جام حذفی. انتظار داشتم مسئولین بیان بگن حالا کمکتون کنیم دستمون رو بگیرم. برای ما لیگ خیلی مهمه. متاسفانه کسی اهمیتی به لیگ نمیده. ما اگر نریم لیگ یک یعنی جام حذفی اصلا به کار ما نمیاد. سال بعد دوباره توی جهنم لیگ دو بس سر کنیم، چیزی که 3 سال توش افتادیم داریم دستپا میزنیم. این داماش باید برگرده به لیگ یک و اینم احتیاج به کمک مالی داره که ما الان خیلی تو مضیقه‌ایم. تا زمانی که اون آدما رو سکو هستن داماش از بین نمیره. اگرم الان هنوز حضور داره بعد از این همه اتفاقاتی که برای مدیریت قبلی افتاد و بعد از این همه اتفاقات هر تیمی بود، شما بهتر از من میدونید کمر راست نمیکرد. داماش این آدما نگه داشتنش. داماش اگه اسمش هنوز داره شنیده میشه به خاطر حضور این آدما رو سکو بود، وگرنه قول میدم مثل خیلی از تیم‌های دیگه اصلا اسمی ازش نمیمون. بعضی از جای دیگه اومدید حقتون خیلی بیشتر از ایناست، چه تو لیگ چه تو جام حذفی. هیچ کس نه مربی نه مدیریت نه هیچ کس از هوادارا هیچکی نمیگه حق شما نیست. دم شما هم گرم. میدونم بهتون داره سخت میگذره، میدونم همه مشکل شخصی دارید، ولی تا آخرش ما 3 سال 2 ساله میرسونیم تا آخرش نتیجه نمیگیریم. امسال ما باید سود کنیم. امسال ما همه یه تیمیم.